کمی امروز خیلی زیادتر دیدم در همین گروه برادرها رو میبینم، در دیگر گروه هم که الحمدلله طالب علمای اهل سنت و الجماعت زنده هستند. طالب علمای اهل سنت و الجماعت همیشه هستند و این دین الله هست و الله سبحانه و تعالی برای دینش انا همچنین مردهای صادق رو خلق کرده است که باذن الله سبحانه و تعالی شب رو شب نگفته، روز رو روز نگفته، با تمام وجود خود به دین الله سبحانه و تعالی خدمت میکنند و این شرف است و این فضل و این رحمت الله تعالی بر بالای همین بنده ها است که الله اینها را انتخاب کرد. الله انا همین صادقین را انتخاب کرد که سخن حق را بگویند و دین الله را ظاهر بکنند. الله اکبر. و ما البته به این برادرها تشکر میکنیم، ما تشکر میگوییم و در حق این طالب علم ها دعا میکنیم و دعا میکنیم که الله حفظشون بکند، برکشون بدهد، علم نافع را نصیبشون بکند، قائدان امت گردند و الله سبحانه و تعالی برای نصرت دینش این طالب علمانی که اینجا هستند استفاده ببرد و سبب ظاهر شدن حق گردند و صف طالب علمان اهل سنت و الجماعت را، صف طالب علمان حق گو را، متواضع را که اینها به قرآن و سنت و فهم سلف اطاعت میکنند، صف این طالب علمان را زیاد بگردند. بارک الله فیکم. و دیگر همه برادران و خواهرانی که شب روز در خدمت هستند، در درس دادن و منتشر کردن و چیزی نباشد در یگان نمود خدمت هستند، الله همه اینها را حفظ بکند، برکشان بدهد. و البته که مقصد همه من شما رضا شدن الله هست. دعا میکنیم که الله از همگان ما و شما راضی باشد، از همگان ما و شما راضی باشد. بارک الله فیکم. اما در مسئله در آخری که من داخل بودم، یک ساعت تقریبا پیش و نیم ساعت پیش والله اعلم، یکی از طاغوت پرستان شکار اول با برادر حنیف، بعد برادر ابو عبدالرحمن حفظه الله و برادر حفظهم الله، هم حنیف هم برادر ابو عبدالرحمن و برادر محمد ابو مریم هم یک برادر، الله همه این طالب علم حفظ بکند، داخل شد و صحبت داشت. صحبت های جاهلانه، خود را مفسر میگفت من مفسر است. علما چی میگن؟ من دعا نفسه عالما، هر کسی که نفسش را هر کسی دعوا میکند از نفس خودش که او عالم است، این است و آن است، فهو جاهل، همه جاهل است میگن. برای که علمای اهل سنت و الجماعت رو ببینید، اینقدر علمای بزرگ هرگز نمیگن که من این هستم من اون هستم، خیر میگن باذن الله ان شاء الله به قدر امکانیت به استطاعت، خیر از ما خبر داریم بله ما میدونیم کم کمی، یعنی اینقدر علماهای بزرگ دعوای علم نکردن. ثانیاً همون کسی که در اومد و بارک الله فیکم میگفت که در مسئله لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله، کفر را ترک میگفت، یعبد من دون الله را صنم میگفت. یعنی ببینید تحریف رو چگونه اینا حدیث تحریف میکنن، دعوای علم میکنن. شما باید یک نقطه اساسی رو دانید. برادر رو در همه جانب صحبت کردن، در بالای انا همچنین انسان ها، در بالای خود این انسان از همه جانب به او رد زدن، بیان کردند و مشرک بودن او به شک نیست، به شما معلوم است، جاهل بودن ایشان شک نیست. لیکن من میخوام از یک جانب دیگر به شما در
نه فقط درباره یک جاهل طاغوت پرست، بلکه من میخوام درباره منهج اینها، پیدایش اینها و در تاجیکستان چگونه اینها به وجود می آیند کمی صحبت بکنم. و خیلی باید شما اهل توحید مسلمان ها زیرک باشید و از اینو باخبر باشید. مثلا هر کجایی که میره این چنین انسان ها است، هر کجایی که میره این چنین انسان است و بعضیش حتی لقب ملاهای کلان شده است. همچنین ها یک قسمش میبینید در حکومت، یک قسمش میبینید در کگبه، یک قسمش میبینید در تجارت، یک قسم دیگرش میبینید در ملاگی منبر، یک قسمش میبینید حزبی. لیکن عقیده همین اینا نمی خیلی است. اینا کیو هستن؟ از کجا پیدا میشن؟ اینها رو کی میسازد؟ اینها رو در تاجیکستان یونیورسیته شرق شناسی میسازد. یونیورسیته هست به نام شرق شناسی. این یونیورسیته طاغوتی، این یونیورسیته کفری، این یونیورسیته بدبخت و زلالتیه که مردم جمع میکنه، فرزندای مسلمان و شک و شبهه و کفر و زلالت تعلیم میتید. انا از همونجا اینو میبره. انا همین روزه کسی که صحبت میکرد فارغ التحصیل است. در همونجا فارغ التحصیل چی است؟ انا همونجا است. برای چی من این سخن گفته شدم؟ برای که نام یک نفر دو نفر گرفت استاد است، این است، اون است. گفتم میدونم که هم استادشم خودشم همیشه ما اینا نقض میشناسیم. شرق شناسی گفته که یونیورسیته در دوشنبه است و در خوجند است. در شرق شناسی زبان ادبیات فارسی است، زبان ادبیات عربی است، شاید انگلیسی هم باشد و غیره و غیره و بعد چند چیزهای دیگر است، با البته متدیک و غیره و غیره. و شما اولا تاریخی پیدایش شرق شناسی را آموزید. انا همین یونیورسیته شرق شناسی را کی ساخت و کی پیدا کرد؟ شرق شناس. شرق همین عالم ما 4 جانب دارد، بله؟ شرق، غرب، جنوب، شمال. شرق شناسی گفته اولا چی را میفهمید؟ شرق شناسی یعنی انا همون اسلام نشین منطقه هایی که هست، انا همون منطقه رو شناختن، دین های اونها رو فهمیدن، زبان اونها رو کمی دروغ رو فهمیدن و بعد از اینکه اونها رو میشناسد یعنی بدی های اینها رو آموختن و به مردم شک و شبهه و باطلات رو به همین واسطه شرق شناسی منتشر کردن. اولین کسی که یا اولین بگیم کسانی که همین شرق شناسی را ساختند ملحدین بودند. اتئیست ها، کمونیست ها. اتئیست و کمونیست انا همین دانشگاه شرق شناسی رو در دوشنبه و در خوجند و در غیره و غیره، این شاید در آسیای مرکزی همچنین یعنی فکولته ها رو، دانشگاه ها رو تأسیس دادند، نشأت کردند به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم ما این منطقه مسلمان نشین بود، به خاطر اینکه فرزندهای مسلمان بود، اونها را شناس کنند به شرق، به عراق و به سعودی و به دیگر جا و شناسایی را به فریب و نیرنگ به بدبینی عرب ها تعلیم دادن و شناس بکنند. فهمدید؟ در اینجا معلومات های خطا، معلومات های کفری، معلومات های شرکی و معلومات هایی که ضد قرآن است، ضد سنت است داده می شد. عرب بدبینی، عرب ها را بد نشان می دادند و خیلی در درونی بگویم عقیده اسلام و مسلمین شبهات را تعلیم می دادند و بعد از این انا همون تعلیم گرفته ها را منتشر میکردن به کارهای حکومتی، بعضیش رو به جاسوسی، بعض دیگرش رو به همون کشورهای عرب به جاسوسی و به سفارت و غیره و بعض دیگرش رو در درون تاجیکستان و بعض دیگرش رو به منبر میبرد. حالا یک چند علمای معروف در تاجیکستان است که بعضی شما فکر میکنید که این علامه است، این ماشاءالله تبارک الله است، این حنفی است، این است، هیچ هم نیست، این شاگرد لیلین، شاگرد شرق شناسی است، شاگرد اتئیست است.
بسیار کسایی که امروز دعوای منمنی علم دارند، دعوای خدمت دین دارند و خیلی هم به سینهشون مشتی مردانگی و صادقی و خدمت به امت اسلام میزنند و امروز منتشر هم هستند در بین تاجیکا، اینها فارغ التحصیل شرقشناسی هستند. عقیدهشون عقیده لیبرالی سیکولاریستی، یعنی عقیده دموکراسی است. اگر که نام بگه که نه من دموکراسی را نمیخوام، بگم اینها حکم الله و رسول نمیخواد، حکم الله و رسول اینها ظلم میگه. ریشمانی را اینها یک بیزیبی، یک نوجوانی یا نمیدونم چیزی میدونند. اینها نه خودش نه زنش بسیاریش گمراه است، اما دعوای علم میکند. اینها را میبینی مفسر یکی از شرقشناسای توپای احمق جاهل از دین هیچ بوی ندارد، خودش مفسر میگه، مشغول به تفسیر است. تو اول اسلام فهم که اسلام چی است. تو اول خودت مسلمان شو، اول توحید فهم. لیکن بالاخره بعد از اینکه تاجیکستان مستقل شد از دست کمونیست ها، این چیزها رفت. شرقشناسی رنگ دیگر رو گرفت. شرقشناسی، همون فکولته های شرقشناسی رنگ دیگر رو گرفت. از مصر، از سودان، بعضی از این کشورها، بعضی از استادهای گویا که عرب برای تعلیم دادن رشته فکولته عربی آمدند و در خوجند هم در دوشنبه هم کار میکردند. سودانی ها، مصری ها و غیره، اینها عقیده اخوانی رو منتشر کردند، زیرا که سودان عقیده اخوانی است. پادشاهی که پیش از این 30 سال بود در اینجا اخوانی بود و عقیده اخوانی خیلی منتشر بود. و مصر هم معروف است و قاعده اخوانی ها همین است که به درون یونیورسیته های دنیوی می درایی، شیمی گلسوک می پوشی، ریشه می تراشی، نماز این عمق اهمیت نمیتی، موسیقی باشد موسیقی، سیگار باشد سیگار، باکی ندارد. مهم آهسته آهسته مردم اخوانی میکنی. برای اخوانی ها مهم نیست که تو مسلمان شوی، مهم است که تو اخوانی شوی. بالاخره بعد از تاجیکستان، یعنی از شوروی خلاص شدنش و پاش خوردن شوروی، این از سال 1990 تا امروز در این شرقشناسی ها اخوانی ها آهسته آهسته منتشر شدند و بسیار کسایی که در فکولته شرقشناسی جوانهای خوبی که پیش خوب بودند، مردم دیندار بودند، جوانهای با استعداد بودند، جوانهای بودند که محبت الله و رسول و دین داشتند، جوانهایی که در حقیقت خدمت دین میخواستند، اسلام حقیقت ظاهر شویش میخواستند، شرقشناسی رفتند. در شرقشناسی یک منافقی، حزبی، گمراهی، یک بیغیرتی، یک جاهلی، احمق، دشمن قرآن و سنت و منهج سلف صالح به وجود آمد و این چنین ها زیاد است. از اینجا ساق آدم درست برآمدش خیلی کم است. مثلا یکی از اینجا برآمد و بعد از این خودش دعوای سلفی میکند، مدخلی گمراه و حزبی و همیشه ارلش کرده است، آمیخته کرده است. محمد عزیز رجبی، ابو مریم محمد عزیز رجبی مسچویی در همین فکولته شرقشناسی خوجند تعلیم گرفته، حالا در مصر، در اسکندریه، در حزب نور، همون جماعت مدخلی این آن، هم حزبی هم مدخلی هم همین چیزا یک جا کرده است. بدبین عقیده اهل سنت و الجماعت است. شرقشناسی است، خودش علامه زمان میگیرد. شرقشناسی است، در هیچ کسی درس نگرفته است. و این چنین ها ما زیاد این چنین ها رو میشناسیم و بعضی از اینها تمام کرد از شرقشناسی رفت مصر و در مصر اشعری شده است و ما خوب میشناسیم اشعری ها. یکی از این خوبسا گفت است که یکی از این اشعری شده ها گفت است که من گفت است در دنیا از همه کلمه بد میدیدگی من، از همه کلمه سخت‌ترینه که بد میبینم، همون کلمه را شنوم موی بدنم راست میشد. چی است؟ سلفی گفت است. سلفی، کلمه سلفی را شنوم دیوانه میشد. برای چی؟ برای که شرقشناسی را خوند، نفاق درونش به جا شد و بعد از این رفت با اشعری شد. ببینید، بارک الله فیکم.
این دانشگاه ها دانشگاه زرار است. زرار. این دانشگاه ها ساخته شده است به خاطر امت اسلام رو پاره کردن، پراکنده کردن، تفریقه کردن، اختلاف به وجود آوردن، نفاق به وجود آوردن، قرآن و سنت از بین امت دور کردن، مسخره گرفتن دین، تحقیر کردن دین، بی‌پروایی کردن به دین، به عیش و عشرت داخل شدن و کیف صفا کرده، از عقیده دور شده گشتن و منافق شدن و طاغوت پرست شدن، به خاطر همه چیزها این دانشگاه ساخته شده است. برای همین که قشت اولی این دانشگاه ها به خاطر کفر و شرک گذاشته شده بود، تا روز آخرین روزش این کفر و شرک می رود. ما باید این چنین دانشگاه ها را نابود بکنیم و دانشگاه های حقیقی، دانشگاه های در حقیقت ایمان و اسلام به وجود بیاریم. الله المستعان. ضرر این دانشگاه شما حالا تو به حال بسیاری شما نمیدونید. من بنده به بسیاری همین چنین انسان ها شده بحث و مناظره کرده، به کلان ها 60 ساله و 70 ساله هاش میبینم عقلش از خری همسایش هم کمتر است، دشمنی الله و رسول است، به درجه در قلبش بغض قرآن و سنت است، اما خودش با ملا، با خودش حنفی، با خودش یعنی دوستدار اسلام میگه. اما میگه که ما دوستدار همان اسلامی هستیم که در شرق شناسی به ما تعلیم داده است. اینها قرآن و سنت و منهج پیامبر بد میبینند. یکی از همین صوفی، یک صوفی بود، مولوی نومش فراموش کردم، یک سال اومد در باب عمر خیام صحبت کرد. ناصر خسرو بزرگتر است، عمر خیام بزرگتر است. خطا کرد، شرمنده شد، گریخ رفت، 2 سالی ناومد است بهمون. همون هم فارغ التحصیل شرق شناسی است. صوفی ها و مولوی، جناب مولوی استاد شیخ الاسلام علامه زمان میگه، به یکی از روایت هایی که به ما رسید، انا همین عبدالرحیم قزاقانی هم شرق شناسی خوندگی است. وقتش عبدالرحیم قزاقانی برای من کتگی کردگاه میزند، شرق شناسا خودش همه زور حساب میکن. لیکن ما میگیم که به زبان عادی فهمی تاجیکین روسی شما نیکتاین میگه، نیکتا تاجیکی را قاضر این تاجیکا خوب نفهمیده است، زبانم فراموش کرده است. برای این نوبه خیلی نیکتاین میگه. شما نمیدونین چیزی از دینه، شما دشمنان دینین. انا امروز یک چوجه که حالا تخم نکرده است، نو به تخمی میاد، این مرغ چوجه این برآمده است. من مفسرم میگه صدقه مفسر شدن شوی، تو مسلمان نیستی ولی تو مفسر شدن چیست؟ از شرق شناس کی مفسر برآمده است؟ جاهل گمراه. اینها همین لقب های وزنین به خودشون گرفتن، استاد، شاگرد، مفسر، محدث، لقب هایی که علمای اهل سنت این لقب رو باید بگیرند، اینها به خودشون گرفتند. از شرق شناسی 4 سال خونده برآمده است، مفسر میشد. کلمه لا اله الا الله معنیش نمیدونند. اما کسایی که در دین الله 10 سال، 20 سال، 30 سال تعلیم میگیرند، شب روزشون تعلیم گرفتن است، شب روزشون آموختن است و تعلیم دادن است، اینها را میگن که شما کی هستی؟ میگن کیبر را ببینین، غرور را ببینین و گمراه کردن شیطان را ببینین که شیطان بنده را چگونه گمراه میکنه. الله المستعان. الله المستعان. برای همین برادر عزیزم، ای ملت تاجیک، بالاخره شما انا همچنین هر یک این فکولته ها را باید بشناسید، هر یک ملا ها را بشناسید، هر یک دعوتگر ها را باید شما بشناسید، هر یک حادثه که در تاجیکستان میشد شما باید باخبر باشید، هر یک مخالف ها را بشناسید، هر یک چیز نقطه به نقطه بدانید که فریب نخورید. شما فکر میکنید که تاجیکستان ما را هم خیلی ترک کردگیند، هیچ کس به تاجیکستان پروا ندارد کی چی خواهد میشد؟ نه والله، نه والله. به بالای خراسان قدیم دولت سامانیان خراسان قدیم داشت. میدونید شما تا امروز تمام عالم میترسد از این ملت، از این ملتی تاجیک. برای چی؟ برای که این ملت اگر یک چیز است چنگ بزنند، مردانه چنگ میزنند،
در این ملت شعرهای نر به وجود آمدنش ممکن است، برای اینکه در این ملت بود یک بار نه 10 بار بود. این ملت بود که به پاکستان و هندوستان و بنگلادش و به این منطقه عقیده اهل سنت و الجماعت بود. این ملت این همین منطقه را خراسان بزرگه که این به درونش ازبکستان، افغانستان، ترکمنستان و امروزه قرقیز و قزاق نصفش و ایران نیز زایدش داخل می شود. انمی تاجیکا بودن که اینجا را 400 سال و 500 سال، اگر از 300 بسیار 400 سال اینجا را به قرآن و سنت حکم میکردن. سامانیایی که هیکلش زدن لیکن تاریخش فراموش کردین. برای همین اتئیستا، کمونیستا این منطقه را گرفت، پارچه پارچه کرد، مخصوص پاره کرد. بخارا و سمرقند که مرکز این ملت بود، یعنی مرکز مؤمنین و موحدین تاجیکا بود. امروز نظر بکن در دست ازبکا اینجا رقص و بازی است. دیروز یک روز 4 روز پیش دیدم اشک چشمم ریخت که در این دانشگاه های بزرگی که 1000 سال پیش امام بخاری و مسلم و ترمذی و هزارها دیگر علما به وجود آمدند، امروز مکان دیسکوتک و مکان توریستی و مکان رقص و بازی است. برای چی شما فکر میکرد خود به خود شد؟ نه، این به نقشه عالم در همون 100 سال پیش نصف عالم اسلام را انگلیا و بریتانیا که هست و امریکا و اروپا این طرف عرب ها را و طرف کوکز و طرف های آسیای مرکزی را همون ملحدین روس ها گرفتند و این یک ترتیب همون وقته به مصلحت دو قدرت همون وقته بود که و بعد از این اونها مصلحت کردند که چگونه این منطقه ها را ما به یک حالت بیاریم که دومین مراتبه از اینجا سر برداشته نتواند. از هم راه خوبش منطقه ها را جدا میکنیم، حدود ها را بیان حدود میسازیم. ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان همه اینجا سرزمین هایی که بود که موحدین اداره میکردن، بخصوص تاجیک های موحد. فرق ندارد کدام نمود موحد اداره بکند، لیکن ما برای چی میگیم؟ تاریخ است. تاجیک های موحد، تاجیک ها برای اسلام موحدین غیرت دارتر و شیرتر و نرتر بودند. مرکز تاجیکا را گرفتن به دیگر، اینش گرفتن به دیگر، ملتگرایی به ما داخل کردند. ملتگرایی یک طرف است. در درون تاجیکستان به ما چی را داخل کردند؟ قومگرایی را داخل کردند. طرف جنوب و طرف شمال، شمال جنوب گاو میگد، جنوب شمال بودیک میگد. تاجیک یا دیگریش نمیبیند، پراکنده است. ملت در ازبکستان هم همین است، در قزاق هم همین است، در همه جای مسلمان نشین، در افغان، در کجای نروی همچنین پراکندگی را به وجود آوردند. عقیده اهل سنت نابود کردند. به چگونه؟ ملا را در شرق شناسی ساختند، مدرسه ها را خودشون ساختند، درس ها را کتاب های لیلینه، تفسیر قرآن کتاب لیلین که تفسیر کردند. قسم به الله من در تاجیکستان سال 2000 تقریبا 2 بود کتابی رو در بیبلیوتک تاجیکستان نظر کردم که در وقتی همون SSR نوشته شده است، تقریبا 1000 صفحه است. قرآن رو تفسیر میکند. سوره بقره آیت 1200 چندم گفته که شرح داده است. نیست این خیلی آیت. سوره بقره 281 دو که تمام میشد. مردم فریب دادند. قرآن شرحشناسا تفسیر کرد. رؤسای امت شرحشناسا شد و بعد از این دین الله و دین رسول از این منطقه دور کردند. یعنی مقصد چیست؟ مقصد این است که مردم به بالای شما 100 ساله ها هست که نقشه کشیده شدگی است. نقشه کشیده شدگی است به بالای شما و این نقشه کارش رو کیهاست کرده، قریب شده پاره پاره ایمن شما رو برآوردگی است. هم از سرزمین مرا شما را جدا کرده و پاره کرده، سرزمین های ما را غصب کرده و از جانب دیگر ما را منطقه به منطقه ملتگرایی را به درون ما به وجود آورده است و بعد از این ما را به قومگرایی در آورده است و بعد از این ملاهای ما را خائنها را آورده مانده است و بعد از این مسجدهای ما را گرفتند و در درونش ورقهای نوشته اینها را میخوانند و بعد از این حزبگرایی و با طاغوت پرستی را به وجود آوردند. شما فکر نکنید که به این به یک عادی با یا که به یک روش ساده و عادی
به فکر و به اندیشه و به منهج ما دوباره اینجا عزیز میشویم. نه والله، دوباره ما عزیز شدنی ما، دوباره سربلند شدن این مسلمان ها در منطقه آسیای مرکزی، در منطقه خراسان قدیم، دوباره سربلند شدن مسلمان ها خیلی هم علم میخواهد، خیلی هم فهم میخواهد. برای چی علم ما میگیم؟ برای چی همیشه علم میگیم؟ علم است که شما دشمن میشناسید، علم است که روش اینها را میشناسید، علم است که شما خطرها را میدانید و علم است که شما از فتنه ها خود ایمن میکنید. علم، شناخت الله و رسول دین، نمی سه چیز. برادرای عزیزم، خواهرهای عزیزم، اهل توحید، دوستان عزیز اهل توحید، موحدین، بارک الله فیکم، شما هر روز کوشا باشید و این خوبسا رو، هر یک این خوبسا رو بشناسید. پیدایش خواه فلان دانشگاه باشد، خواه شاعر باشد، خواه اینش باشد، خواه آنش باشد، همه اینها را بیاموزید. وقتی که شما آموختید، حقیقت رو فهمیدید و بعد از این چنین انسان‌های فهم درک دار و اهل فهم و اهل درک زیاد شدند، انشاءالله روزی از روزها این منطقه ها باز به انا همون مردان شیر موحد، کسانی که به قرآن و سنت حکم میکنن، باز میگرد. به جاهلانه نه. ببینید در بالای یک آدم جاهل ما چی را گفتیم؟ اینو پیدایش ما چی؟ این یک شاخچه است. انا این روزه برآمده جوان یک شاخچه برگچه لیلین پیدا کرده. لیلین برنامه‌اش تا به حال هست. حال شما اینا خوب فکر کنید، ریشه های اینا فکر کنید که چقدر منتشر است. وبای دیگری تاجیکستان ادبیات است، دانشگاه های ادبیات شناسی، ادبیات چیکو. این ادبیات چیکو هم خودش ملا میگه داخلش رفته. حالا ببینید در نزد ادبیات چیکو، اهل ادبیات صحبت کنید، یک باره به عقیده شما ضدیت میکرد. او ملا نیست، ادبیات چی ملا نیست، لیکن به ملا یک باره مخالفت میکرد. صوفی ها در تاجیکستان در نزد ادبیاتچی ها صحبت نمیکنند. صوفی ها، ملاهای صوفی، ادبیاتچی های اتئیست استاد گفته صحبت میکنند. این ادبیاتچی هایی که در دانشگاه ها هست، تاجیک ها پیرش یا جوانش، ملاها را میگه که شما بیسواد میگید. ما میگیم که هم ملاها بیسواد مشرکند، هم شما مشرک بیسواد ادبیاتچی ها. دین شما این مولوی شده است، جلال الدین رومی ملحد. یکی از خوجنده ها برآمده است، در یکی از کانال های پیک خوجند گفتگی برآمده است، بار دیگر به ما رد زده است. البته این دفعه بینام رد زدن که به ضرر خودشون به پایان رسید، الحمدلله بینام. لیکن گفتند که اینها برآمدند علمای ادبیات ما رو تکفیر کردند، تهمت زدند. یگان جای تهمت نیست. با یکی از اونها گفته است که مولوی جلال الدین رومی کتابش این قرآن بود، مثنوی معنوی قرآن بود، مغز قرآن گرفته موندن. قسم به الله این کتاب یک بار درآیید مطالعه کنید، خودی بنده مطالعه کرده هستم، در نزد من وجود دارد. یک مرتبه درآیید مطالعه کنید کتاب مثنوی معنوی رو که فلان در بالای آلت مرد و زن فرجش گپ میزند، فلان قسمدان، فلان این آنو. به دیگر عباره سخت‌تر نگوییم که با شرم و حیا نرود. علاقه جنسی زن و مرد و فلان صدان گپ میزند. از همه گپ بدتری نمیگد. نام فرج زن میگد، نام فرج مرد میگد. فقط فلان کشو مکشو حقارت و دشنام و لوچو درباره زن لوچو اون گپ. مگر همین قرآن است؟ از الله بترسین ای خوبسو.
خوب است. این ادبیاتچی ملاهایی که طرفدار ادبیاتچی است اینا هم شاگردای لینین است. اینها هم لینین آماده کرده است. امام اینها صدرالدین عینی کافر است. خو اینه که خیانت کرد و میگوید که من نوری این عالم را و خوشبختی سعادتمندی را در زیر حکومتی خیلی با حکمتانه و با شرفانه عادلانه جناب بزرگوار لینین پیدا کرده میگه. همین صدرالدین عینی یوتیوب بزن ببین. قهرمان میگه این برای شما بدین ها قهرمان است. شاعر میگه این برای شما شاعر است الکگولیکو. شاعرهای الکگولیک. بالاخره جلالالدین رومی میگند هیکل اسماعیل سومانی را برآورده در میدان تاجیکستان زدید بود کردید. همین اسماعیل سومانی حکومتش جلالالدین رومی را دو تا چشمش کور میکند. نصرالمروزی برای چی ابو عبدالله رودکی را بگیم. ابو عبدالله رودکی رو سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک میگن. چی میگن شما؟ 860 بود وفاتش و تولدش. یعنی از متقدمین است. اولین شاعر فارس است. نه فقط تاجیک، فارس ها شعر نویسن. ما قائلیم مسئله شاعریش و قائلیم ادبیاتش و قائلیم، لیکن بدین است. بوی جوی موریان آیت همه، یاد یاری مهربان آیت همه. گفته شعری که در هرات افغانستان می نویسد برای امیر بخارا، خندش زنه شعرش نویس نقص، لیکن همون امیر با چشمش کور کرد. برای چی؟ ابو عبدالله را چشمش کور کردن. ابو عبدالله رودکی را. از رودک قبرش امروز در تاجیکستان است، در انمی پنجکنت است، در طرف گفت جنوبی ها و در جانب بودیکو. از نظر حکومت این رحمان فی مشرک بودیکو طرفش به انا همین ابو عبدالله رودکی همین یک بودیک بود. گفتی حکومتی ها به ابو عبدالله رودکی را بارک الله فیکم چشمش سیماب ریختند و کور کردن. برای چی؟ برای اینکه عقیده قرامیته داشت. عقیده حکومت عقیدهش اهل سنت بود. حکومت سامانی، دولت سامانی عقیدهش اهل سنت و الجماعه بود. عقیده ابو عبدالله رودکی قرامیته شد. سخنهای قرامیتگی گفت. علما امتحان کردن، از امتحان نگذشت، چشمش کور کردن، جزاش داد. برای چی این روس‌ها ملحدین وقتی که منطقه من و شما را ضبط کردند، ابو عبدالله رودکی را، صدرالدین عینی را، عمر خیام، فردوسی را، ناصر خسرو و جلالالدین بگم این کی بود، این رومی را، مولوی جلالالدین رومی را بدل و حافظ اینا رو آورده به سر ادبیاتچی ها، همه فکولته های دانشگاه های تاجیکستان همین شعرها را گذاشت، بیتار اینا را. برای اینکه اینها عاقبتش همین ملحد اتئیست میشد. این کتابا رو خوندن گرد عاقبت اتئیست میشد یا رقاصه میشد، پرواز کرده رقص کرده میگرد. بالاخره مقصد چیست از این نقل ها؟ مقصد همین است که مردم ما را 100 سال است که شکار مغزی میکنند. مردم ما 100 سال است که برای غلام فکری شدن به بالایش برنامه ریزی کار میکنند. از همون باغچه ددست میگیم، از همین باغچه لیلین بابا مرده برفته گفته تعلیم میتید، بعد از این مکتب میانه 11 سال و بعد از این دانشگاه. این مکتب ها، این دانشگاه ها تا به حال برنامهش اصلا دیگر شدگی نیست. همون برنامه حالی هم همون بدبینی اسلام همون بدتر شدگی است و سختتر شدگی است، خوب شدگی نیست. حالا هم همون برنامه مکتب میانه همون برنامه لیلین ساخته. حالا هم دانشگاه ها همون معلم های سختترین اتئیست و کمونیست شده ها در زمان شوروی SSR انمونها معلم هستند. این بسیار پروفسور ها، بسیار این بنام زیاعی ها، اینا بدین است، اینا ملحدی اتئیست است. اینا نمی قدر چیست.
پس شما مردم مسلمان، شما مردم اهل سنت و الجماعت بیدار باشید. بیدار بودن شما با آموختن علم است. علم چیست؟ شناخت الله، شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم و شناخت دین است. اسلام و ایمان و احسان است. توحید که شناخت الله بدون توحید به وجود نمیاد. لا اله الا الله محمد رسول الله است. به انا همین چنگ بزنید، گشته و برگشته بیاموزید، هر روز تکرارا سوال و جواب بکنید، منتشر بکنید، وظیفه خود، سهم خود به کمترین چیز باشد هم برای نصرت دین، برای نصرت الله و رسول، برای نصرت لا اله الا الله حرکت خود بکنید. هرگز کار خود کم نشمارید برادر عزیزم، هرگز حرکت خود کم نشمارید. یک کلمه حق شما سبب هدایت هزارها نفر شده ممکن است. یک وقفی که یا یک توقفی که یک جانبگیری که شما در یک حالت در رو بروی اهل بدعت میکنید، اهل بدعت این کار میکنید، یک مرتبه شاید سبب ظاهر شدن سنت در همون منطقه میشود. عملهایی که حق است قدردانی کنید، عملهای حق را کم نشمارید، خود را ناچیز هم ندانید. ای موحدین، شما چراغهای بمانند شمع در یک تاریکی ظلماتی هستید. شما یک تار موی سفید در بین تار مویهای سیاه هستید. شما نمون بندگان الله هستید که الله شما را اختیار کرده است، الله شما را دوست داشته است و شما انشاء الله نصرت دهندگان دین الله هست. بارک الله فیکم. و البته دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همه ما را حفظ بکند، به همه من و شما برکه بدهد. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را در دین ثابت قدم ایستادنمان را تا آخر الامر ثابت قدم بودنمان را نصیب بکند. بلا اله الا الله زندگی کردن و بلا اله الا الله وفات کردن را الله سبحانه و تعالی به ما نصیب بکند. الله با توحید ما را به نزدش بگیرد، فرزندهای ما را، دختر و پسرهای ما را الله صالح و صالحه، مؤمن و مؤمنه، موحد و موحده قرار بدهد. الله سبحانه و تعالی اهل خانواده ما را، زن و فرزند و پدر و مادر و خیش و تبار و برادر و خواهر و همه گرد اطراف ما را و بالعموم همه مردم تاجیکستان و بالعموم همه این امت را الله سبحانه و تعالی هدایت بکند، در راه راست ثابت قدم نگه بدارد و سبب منتشر شدن حق بگند. بارک الله فیکم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. یک صحبت بود درباره انا همون جاهلا، یعنی این جاهلا را کم دیده نگیرید، اینها را کم نگیرید. اینها را وقتی که رد میزنید از همه جانب، بعد از رفتن اینها چرا پیدا شدند، چگونه پیدا شدند، انا همچنین انسان ها از کجایند، عقیده های شرشناسی، اینها را خوب درک کنید و شناسید. بارک الله فیک.